شهر مخفی هخامنشیان حوالی تهران پیدا شد، ولی هیچ کس صداشو در نیاورده. نزدیک تهران یه شهر مخفی از زمان هخامنشیان وجود داره که از 2300 سال پیش دست نخورده باقی مونده و تصور کن با ورود بهش میتونی در تاریخ باستانمون قدم بزنی. اما به دلایل عجیبی تمام ورودی‌های عظیم این شهر از داخل مسدود شدن. این شهر نزدیک قیاس‌آباد گرمسار قرار داره و بازدیدش برای عموم آزاده، ولی اگه به دیدن این شهر رفتی هیچ وقت سعی نکن واردش بشی، چون توی ورودی‌های پیچ در پیچ این شهر پر از تله‌های مرگباره که برای سربازهای اسکندر کار گذاشته شده بود. همه چیز در مورد این شهر مثل یه راز سربسته بود تا اینکه تو سال 1400 یه تیم باستانشناس چینی سعی کردن با اسکنرهای سه‌بعدی اون طرف دیوارهای شهر رو ببینن. کشف اونا عجیب ترین کشف باستانشناسی سال بود. اونا یه شهر سنگ فرش شده کامل با خونه ها و میدون های پیچ در پیچ دیدن که به طور کامل دست نخورده. این شهر 20 متر زیر زمین کار شده و به وسیله دودکش هایی به سطح زمین راه داشته. باستانشناسان چینی در توصیف این بنا گفتن تخت جمشید و تمام عظمتش یه طرف، این شهر باستانی هم یه طرف. این ویدیو رو بفرست برای 10 نفر اول لیستت تا تمام ایران بفهمن زیر این خاک چه تمدنی خوابیده.